امروز جوان مسلمان دانشگاهی، جوان دانشگاهی از این که سنتهای پیامبر رو احیا بکنه شرم زده هست. امروز خواهر مسلمان از حجاب و نقاب خودش شرمگین و شرمسار هست. از این که فاز مثبت و دینی به خود بگیره شرمش میاد. از احیای سنتهای پیامبر شرمش میاد. از این که در فضای مجازی بریم اونجا هم جوان مسلمان شرمگینه. از این که یک کلیپ اسلامی رو به اشتراک بذاره شرمش میاد. از پخش و نشر کلیپ های مبتذل، از پخش و نشر کلیپ هایی که عکس دختران هست اونجا شرمگین نمیشه. اما بدانیم سروران عزیز، جوانان، به خدا شرمگین اینجا شرمنده نشیم. شرمسار واقعی، شرمنده واقعی کسی هست که فردای قیامت با کوله باری از معصیت در برابر ذات اقدس الهی شرمنده و سرفکنده باشه. شرمنده واقعی کسی است که در صحرای محشر در برابر محمد مصطفی قرار بگیره، پیامبر خدا رو با محاسن ببینه، پیامبر خدا رو در یک چهره‌ای دیگر از چهره خودش ببینه، اونجا نتونه به چشمهای محمد مصطفی خیره بشه چون چهرهش چهره دشمنان محمد مصطفی هست. شرمنده واقعی کسیه ای دختر مسلمان، ای خواهر مسلمانم. شرمنده واقعی کسی نیست که حجاب و نقاب بر چهره می اندازه. شرمنده واقعی کسیه که فردای قیامت ردای عفت و حیا و پاک دامنی مادر مؤمنان عایشه صدیقه و سیدت نساء اهل الجنه فاطمه زهرا رو ببینه اما دامن او لکه‌دار باشه. شرمنده واقعی اونها هستند. ما بیاییم به عشق خودمون، به خدای خودمون، به دین خودمون افتخار بکنیم.